سلام، من معین ابراهیمی هستم. به کانال خودتون معین انگلیش خوش اومدید. من با توجه به منابعی که در اختیار داشتم یه سری سرتیترهای مهمشو در قالب فیلم کوتاه اومدم برای شما آماده کردم. بالاخره گفتم. و قراره این فیلم کوتاه ها رو به صورت منظم و پیاپی در مجموعه کانال یوتیوبمون قرار بدیم. در واقع موضوعی که ما داریم پیگیری میکنیم یه سری اصول در مورد کلاسداری موفق و آموزش آداب و مهارت‌های زندگی به دانش آموزان در کلاسه. من اومدم این اصول رو برای شما مرتب سازی کردم و بنابراین در هر فیلم کوتاه بیام یه دونه از این اصول رو برای شما توضیح بدم. حالا با توجه به نیازی که وجود داره، شما اگر دیدید لازمه میتونیم تعداد اصول رو به 2 یا 3 تا برسونیم که در واقع فیلممون بتونه پربارتر باشه. خب بریم که حالا اصل اولو براتون بگم.